kalsam da, tek başıma kalıp yansam da, sözlerim yarım kalsa da, çünkü benden alıp kaçsam da, yalanlarına göz yumsam da, yine de sevgim solmazsa, çünkü ben böyleyim. Konuşup dursam da, bir gün sus pus olsam da, bazen surat assam da, çünkü hayatından çıksam da, sevmiyormuş gibi yapsam da, aslında aşık olsam da, çünkü ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime zincir vursam, yine de özgür olsam, ben böyleyim. Ben böyleyim. یالا عزیزم، ماسال جون، یالا عزیزم، دهنتو باز کن. مگه خودت نبودی که میگفتی چیپس و کوفته قلقلی میخوام؟ پیام یلدرمه. یالا ماسال، دهنتو باز کن. نمیخوام. نمیخورم. باشه، بیا صورتتو تمیز کنم. باشه عزیزم، معذرت میخوام. قربونت برم عزیزم. اینجوری نگاه نکن داداش، خیلی عصبانیم. من اینجا از نگرانی میمیرم، اون وقت رفته مرخصی. بریم صورتتو بشورم. بیا عزیزم، بیا عزیز دلم. خودم حسابشو میذارم کف دستش. این داره تو خونه دیوونه میشه، تو واسه خودت ول میچرخی؟ اینجوری نمیشه داداش. بذار ببینم تو کجایی. گوشین دست تو چی کار میکنه ها؟ میخوای چی کار کنم؟ زنگ زده بودن، میخواستم جواب بدم دیگه. میشنوم جاویدان. چطوری آسی؟ خوبم. وقتی زنگ نزدی و خبر ندادی راستش خیلی نگران شدم. تو خبر جدیدی ازش داری؟ تو بی خودی نگران شدی. آقا آرکان با یه دوستش به اسم سردار رفتن تفریح، خلاصه دارن با هم خوش میگذرونن. گفتی سردار؟ خب تو از کجا فهمیدی؟ آرکان بهت گفت؟ نه عزیزم، آقای محترم حتی یه خبرم بهم نداده. بیرول بهم گفت. ازش بعید نبود. ببینم منظورت چیه؟ ببین آسین، سردار هم دوست منه هم دوست آرکان. اونا خیلی وقته که با هم رابطه ای ندارن. یعنی من فکر نمی کنم با اون رفته باشه تفریح. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایلول بازم داره یه کارایی میکنه. تو صبر کن، من سعی میکنم که بفهمم چه خبره. تو منتظر خبرم باش. سعی کن بازم دوامدار به آرکان زنگ بزنی، چون تا پیداش نکنیم خیالمون راحت نمیشه. باشه جاویدان، ممنونم. به خدا باورم نمیشه، اون زن هنوزم دست از سر من بر نمیداره. چی شده حسین؟ منظورت کیه؟ ایلول دیگه، کی باشه؟ این که آرکان با دوستش رفته تفریح یه دروغه. امان از دست این زن، امان. شاید خودش باشه نه؟ آسین، دخترم پیش تو باشه، من باید مهلا رو ببرم بیمارستان. چی شده آبجی؟ مهلا چه شده؟ راستش خودم هم نمیدونم، یهو چی شد، افتاد و بیهوش شد. زنگ زدم آمبولانس، میبرمش بیمارستان. ببین داداش، تو هم برو، شاید بهت نیاز پیدا کنه. باشه. دخترم پیش تمانت. باشه، نگران نباش. بیا عزیز دلم، بیا خوشگل. گوش کن چی میگم، تو هم خودتو اذیت نکن. هر جایی رفته باشه خودم پیداش میکنم. باشه داداش، باشه. بیان بریم پیش ماسال. باشه. شما واقعا خیلی خوب نقشتون رو اجرا میکنید. حتی نمایش تمرینیتونم خیلی جالبه. واقعا خیلی ممنونم شنر. دارم جدی میگم، راستش خیلی خوب دارین این نقش رو بازی میکنین.
به نظرم فوق‌العاده این. شما خیلی خوب میرین تو نقشتون. خیلی ممنون بارش جون. شما با همدیگه بازی کنید، من زود برمیگردم. باشه؟ میشنوم جاویدان. با سردار حرف زدم. همونطور که حد زده بودم خیلی وقته که آرکانو ندیده. سردارم الان از کشور خارج شده. جاویدان این زن میخواد چیکار کنه؟ با خودش فکر میکنه دستش رو نمیشه. آسین فعلا ایلی رو بیخیال. تو به آرکان زنگ نزدی؟ نه، منتظر خبرت بودم. الان بهش زنگ میزنم. باشه، منم بهش زنگ میزنم. تو هم اگه خبری شد حتما بهم خبر بده. باشه. اگه احتمالش وجود داشت، حتی یه احتمال کوچیک، میخواستم مال من باشی یاسین، اما نشد. فراموش نکن تو اون مسئله خیلی دوست دارم. خداحافظ. این کار زحمت خیلی زیادی داره. اشکالی نداره، من این کار رو انجام میدم. از اول شروع کنم یا بریم صحنه بعدی؟ آره خیلی خوب بود. پس میتونیم بریم صحنه بعدی. آی بارش جون، میخواستم بازم ادامه بدم ولی الان خیلی گشنمه. بهتر نیست یکم استراحت کنی؟ البته من الان میرم برات غذا بیارم. اپکم صداش میکنم که بیاد. آره برو صداش کن که با هم غذا بخوریم. غذا حاضره، بیا. خیلی دیر کردین. من فکر کردم شاید غذا خورده باشین. نه، گفتم بهتره اول غذا بخوریم. من اشتها ندارم. نوش جونتون. باشه. چه شده؟ خوب میشه؟ به هوش میاد دکتر؟ همینجا منتظر بمونین آقا. ببرینش بخش مراقبت‌های ویژه. راهو باز کنین. هر چه زودتر بهش خون تزریق کنین. خون ریزی داخلی داره، باید زودتر عمل بشه. زود باشید. این که آرکانه. یالا دیگه آرکان جواب بده. گوشی تو بردار. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یالا فشارشو چک کن. تو رو خدا حداقل یکیتون بهم بگی که زنده میمونه یا نه ها؟ لطفاً یکیتون جواب بده گوشی رو. آقای محترم شما از بستگانشین؟ آره این پدر خواهرزادمه. پس گوشیشو جواب بدین دیگه. خدا رو شکر آرکان. از صبح تا حالا دارم بهت زنگ میزنم، چرا جواب نمیدی؟ 8 آقای محترم لطفاً بیرون برین جواب بدین. آسین. داداش جون تویی؟ آره منم. باشه ولی من با آرکان زنگ زدم. تو چرا جواب دادی؟ مگه تو نرفتی بیمارستان؟ یه لحظه گوش کن ببین چی میگم. باشه من اومدم بیمارستان ولی نکنه آرکان چیزی شده. آسین، آرکان تصادف کرده، آوردنش بیمارستان. چی؟ داداش حالش چطوره؟ زود باش بهم بگو حالش چطوره. خیلی خوب، نیازی نیست نگران باشی. خوبه جای نگرانی نیست. دارن معاینش میکنن. ولی اگه تو هم میخوای بیا اینجا. باشه ها؟ باشه من همین الان میام. توموگرافیشو زود بگیری. آقای محترم بیاین اینجا. بله. لطفاً کیف پولیشو نگه داری. خودت چی کار کردی احمق؟ واقعا که نوش جونتون. دستت درد نکنه اپک، واقعا خوشمزه است. تو هم بیا بخور.
نه ممنون شنر، من اشتها ندارم. واقعا خیلی خوشمزه است. دستت درد نکنه اپک. شما غذاتون رو بخورین، من اینجا رو جمع و جور میکنم. داری چی کار میکنی عزیزم؟ بعداً با هم جمعشون میکنیم. صبر کن عزیزم، من بهت کمک میکنم. در ضمن یادت نره تو الان حامله‌ای. شنر چی داری میگی؟ چیزی نمیشه. ببینم تو حامله‌ای؟ واقعا خیلی خوبه، ولی اینجوری چه جوری میخوای کار کنی دختر؟ میدونم سخته ولی خودم یه کاریش میکنم. صبر کن بذار کمکت کنم. گفتم خودم میتونم ببرمش، نیازی نیست. من الان فهمیدم شما چرا اینقدر زود عروسی کردین. به خاطر بچه‌تون بود مگه نه؟ نه، ما به این دلیل زود ازدواج نکردیم. اول و آخر که ازدواج میکردیم، ولی اینو نفهمیدم که تو چرا اینجوری فکر میکنی. گفتم خودم میبرم عزیزم، نیازی نیست. خیلی ممنونم. فیزی. آها بیرول، معذرت میخوام داداش. منم خیلی نگران بودم و زود رفتم. الان پیداش میکنم. نه عیبی نداره. منم اینجا بودم منتظر استادم. فکر کنم آوردنش. کدوم استادو؟ آرکانو فکر کنم تصادف کرده. چی؟ اوضاعش چطوره؟ وخیمه؟ چه میدونم، فقط میگن منتظر باشین. ولی منم که ازش خوشم نمیاد. تو رو خدا داری میبینی؟ خدا میدونه چه بلایی سر استاد آرکان اومده. میخواستم بگم تقصیر خودشه ولی مهلا چطوره؟ مهلا خب دارن مهلا رو معاینه میکنن. خب چون وضعیت بچهش خیلی خوب نبود، راستش به منم گفتن بیرون منتظر باشم. کاریش نمیشه کرد. ناراحت نباش داداش فیزی باشه. تو اینجور مواقع باید توکلت به خدا باشه داداش من. خب نه، این دفعه اونجوری نیست. یهو افتاد رو زمین و بیهوش شد، ولی من اصلا باور نکردم. فکر کردم چون نمیخواد بره قیصریه این کارو میکنه. قیصریه دیگه از کجا اومد؟ مگه شما نمیخواستیم بریم آیوا؟ نه. ببینم اینو یلدیز خانم میدونه؟ پس به نفته که دعا کنی و التماس کنی که برای سر هر دوشون نیاد، وگرنه یلدیز دارت میزنه. فهمیدی؟ اینقدر سرتون شلوغه که حتی صدای درم نمیشنوین ای بابا. آسین اپک چی شده؟ خیر باشه. اصلا نمیدونستم بچه‌مو کجا ببرم، منم آوردمش اینجا. چرا اتفاقی افتاده ها؟ آبجی مهلا خونریزی کرده اپک. جدی میگی؟ کاش فقط همین بود. دیگه چی شده آسین؟ آرکانم تو بیمارستانه. چی؟ اون چش شده ها؟ نمیدونم، داداشم گفت تصادف کرده ولی چی آسین؟ امکان داره خودکشی کرده باشه. ببینم معلومه تو چی داری میگی ها؟ واسه پیام صوتی فرستاده بود. خب الان حالش چطوره آسین؟ حالش خوبه؟ نمیدونم ولی انشالله چیزی نشده باشه. داداشم گفت حالش خوبه. باشه تو نگران نباش، به دلت بد را نده. صبر کن نه بچه‌ها پیش تو باشه که حداقل خیالم راحت باشه. همین که رسیدم بهت زنگ میزنم. باشه زود باشین بچه‌ها، یالا بریم پیش اپک. زود باشین بچه‌ها، بریم تو. آفرین کوچولو. به منم خبر بده. باشه خداحافظ. آفرین برین تو. من تیزم. بریم یالا دیگه. اپک اینا واسه چی اومدن اینجا؟ اپک اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟ استاد آرکان تصادف کرده. آسینم رفت فوری پیشش، واسه همین بچه‌ها رو گذاشت اینجا. مگه اون تو کلینیک نبود؟ نه از اونجا اومده بیرون. خب الان حالش چطوره؟ نمیدونم. آسین رفت گفت همین که رسیدن بهت خبر میده. انشالله که چیزیش نشده. امیدوارم. راستی اپک، در این مورد فعلا نباید به اصل چیزی بگیم. یعنی در مورد اینکه استاد آرکان تصادف کرده چیزی نگو. شنر اصلا باورم نمیشه. من دارم چی میگم، تو به چی فکر میکنی؟ اپک ببین. خانم پرستار حالش چطوره؟ منتظر نتیجه توموگرافی هست. خب خطری که تهدیدش نمیکنه. حالش خوبه یا نه؟ خطری خونریزی داخلی داره. تا وقتی نتایج آزمایش نیاد نمیتونیم چیزی بگیم.
داداش آسین آرکان کجاست؟ حالش چطوره؟ تو اتاقه. صبر کن، کجا داری میری؟ خب اون چه شده؟ هنوز که چیزی بهم نگفتن. 100 تا آزمایش ازش گرفتن، هنوزم منتظر اون نتایجن. صبر کن، کجا داری میری؟ من باید الان ببینمش داداش. آسین اجازه نمیدم بری تو. بذار حداقل به هوش بیاد، بعدش میتونی بری اونجا. باشه؟ چرا داداش؟ لطفاً بهم راستشو بگو. زنده است یا نه؟ زنده است، نگران نباش. همش تقصیر منه. مزخرف نگو آستین، معلومه چی داری میگی ها؟ اگه تو بهش گفته بودی خودشو بندازه جلو ماشین، تصادفه دیگه. چه تصادفی داداش؟ وقتی به تماسش جواب ندادم پیام صوتی فرستاد. با هم خداحافظی کرده بود، میخواست بمیره داداش. به خاطر منه. نه تو چی داری میگی آستین؟ اگه من به تماسش جواب داده بودم اون الان اینجا نبود. ای بی شرف، فکر کردی با مردنت مشکلاتت حل میشه ها؟ راجب ماسال یه ذره فکر نکردی که یتیم میشه؟ تو چه جور پدری هستی آخه؟ خیلی خوب باشه، بیا اینجا. بیا بشین، آروم باش. آروم باش. خیلی خوب باشه. آروم باش، تموم شد. بابا معذرت میخوام، همه حسابامو بستم. چند ساعته که دارم میدوام. صبح همه چی تموم میشه. شاید دیگه بخواین بیاین دنبالم. آسین، استاد ارکان چطوره؟ حالش خوبه؟ هنوزم منتظرم. خاله مهلا چطوره؟ جلوی خونریزیشو گرفتن، بهش سرم وصل کردن، خوابیده. خوبه، خیلی خوبه. بچه ها چطورن؟ زیاد که اذیتت نمیکنن ها؟ نه حالشون خوبه، تو نگران نباش. دارن با هم بازی میکنن. خیلی ممنونم. خواهش میکنم اگه خبر جدیدی شد به منم خبر بده، باشه؟ با هم بازی کنیم. باشه خاله. بیا نقاشی بکشیم. باشه، یه درخت و گل و یه خونه خیلی قشنگ. پروانم بکشیم. تو چی میخوای بکشی ها؟ من یه پروانه میخوام بکشم. ببین قشنگ شد. آره اینم خیلی قشنگ میشه ها. آره بیا تو هم بکش. باشه، پس تو میتونی اینو بکشی. منم میتونم. آره باشه، اینو بده من. باشه ببرین. خب بچه ها بیان که با هم بازی کنیم. ای دختر چه بازی شید. میخوای بکنی؟ چی؟ منم میتونم. آقای دکتر حالش چطوره؟ خدا رو شکر حالشون بهتره. بعضی جاهای بدنش بدجوری زخمی شده ولی خوشبختانه نیازی به عمل نداره. خوش شانس بوده. ولی امشب باید تو بیمارستان باشه. خیلی ازتون ممنونم. نمیدونم کسی بهتون چیزی گفته یا نه، ولی آقا آرکان سعی داشته خودشو بکشه. بله میدونم. فکر کنم در حال ترک الکل هم هست. باید حتما ببرینش پیش یه روانشناس. اگه بخواین با یکی از روانشناسای بیمارستان آشناتون میکنم. نه نیازی نیست، من خودم با دکترش حرف میزنم. بسیار خوب، با اجازهتون.
خیلی ممنونم. الان میتونم ببینمش؟ کار پرستار که تموم شد میتونی ببینی. انقدر قشنگ نقش بازی میکنن که آدم احساساتی میشه. بازیگری که نقش تیتانیا رو بازی کرد رو خیلی دوست دارم. به نظر منم شما یه زوج هنری خیلی خوب میشین. کجای خاله اپک؟ عزیزم ببینم بچه ها هنوزم نخوابیدن؟ از شب بخیر گفتن و بوسیدنتون که وقت زیادی گذشته. نه هنوز نخوابیدن. منم اومدم که از اینجا یه کتاب بردارم. خیلی اذیتت میکنن مگه نه؟ نه ترس، بالاخره عادت میکنی. من مشکلی ندارم. شب خوبی داشته باشی. خب ادامه بدیم؟ بله البته. محلا شاپرک خوشگلم. فکر کنم بازم منتظری که ازت معذرت خواهی کنم. خب راستش حقم داری. راستش من خیلی اصرار کردم که بریم قیصریه، اما چی کار کنم؟ من دوست دارم برم دهات خودمون دیگه. به هر حال دیگه بحث کردن در موردش فایده ای نداره. ای عزیز دلم، کاش میتونستیم همینجا بمونیم. حالا که مادرتم رفته خوش و خوشحال زندگی میکردیم. شاپرک خوشگل من، به خدا نمیدونی که الان چقدر ترسیدم. خیلی میترسم که بلایی سر تو و بچمون بیاد. من چی کار کردم؟ چرا این کارو کردم؟ خدا لعنتم کنه. مادر جون نگو، خواهش میکنم مادر نگو. اسم مادرتو نیار. آخه من چجوری بهش بگم محلا؟ مادر جون. فکر کنم خانمم میخواد که مادرش یه بلایی سر من بیاره. میتونید ببینیدش. آرکان، چرا این کارو با خودت کردی؟ خدا لعنتش کنه. آرکان، خدا رو شکر که چشماتو باز کردی. به خدا خیلی منو ترسوندی. ببین من اینجا کنارتم. از اینجا برو. آرکان، من از اینجا نمیرم. من میخوام پیشت بمونم. باشه؟ چرا؟ چند ساعت پیش حتی جواب زنگامم نمیدادی. حالا چی شد ها؟ فقط واسه اینه که دلت برام میسوزه؟ آرکان لطفا زیاد حرف نزن. باید استراحت کنی. لطفا. ببین، حتی نمیتونی جواب منو بدی. خب حقم داری.
واسه یه آدمی مثل من فقط میتونی دل بسوزونی. هارکان لطفاً لطفاً. من به درد تو و ماسال نمیخورم. من دیگه به هیچ دردی نمیخورم. من دیگه نیستم. باشه؟ فکر کن من مردم. این چه حرفیه که میزنی؟ معلومه داری چی میگی؟ تو هیچ چیت نمیشه. من همیشه کنارتم. من و ماسال همیشه کنارت میمونیم هارکان. واسه من بدون تو یعنی زندگی بدون شما اصلا معنی نداره. تو وقتی بهم گفتی همه چی تموم شد من همون موقع مردم. از اینجا برو. گفتم برو. هارکان لطفاً. لطفاً برو. مامان بزرگ، مهلا تو بیمارستانه ولی باور کنید من تقصیری ندارم. نه اینجوری که نمیشه. اگه بگم من مقصرم بهتره. مامان بزرگ، خب ما تصمیم گرفته بودیم که با همدیگه بیایم پیشتون که یه دفعه وای فیزی تو اصلا نمیتونی دروغ بگی. معلومه شماها کجایین؟ به مهلا زنگ میزنم جواب نمیده. به تو هم زنگ میزنم جواب نمیدی. ما خب حواست چیزه باشه دخترم و نبرده باشی قیصریه وگرنه میکشم. مگه همچین چیزی امکان داره؟ مگه من میتونم این کارو بکنم؟ ما تو چیزیم. یه بار دیگه من و من کنی سوار اتوبوس میشم میام سر وقتت. نه خودتون رو نندازین تو زحمت. تو رو خدا این کارو نکنین. زود باش بگو دیگه کجایین؟ ما الان تو بیمارستانی. مهلا خون ریزی کرده. چی؟ الان حالش خوبه؟ خوبه مهلا کاملا خوبه. ببین چی بهت میگم دومات. فقط 2 روز نبودم ببین چی کار کردی. ولی صبر کن من خودم همین الان میام اونجا. گفتم که شما زحمت نکشید. ببینین مهلا کاملا حالش خوبه. بچم صحیح و سالمه. من همینجا مراقبشون هستم. آره میدونم 2 روز نبودم دخترم از گوشه بیمارستان سر در آورده. تو حتما بازم یه غلطی کردی. منتظر باش فیزی. کسی که تو میگی یه جادوگره. پریا مبارزه کنید. خانم بدجنس مگه من شوهر تو نیستم؟ مشروب خوبی بود ولی تموم شد. اینو گرفته بودم که با اپک با هم بخوریم اما وقتی حامله شد کاش زودتر میگفتی. نه اشکالی نداره. اون که نمیتونه الان مشروب بخوره. پس وقتی بچهش به دنیا اومد من براتون یه بطری میگیرم. هرچند اپک بازم نمیتونه بخوره ولی به هر حال دیگه. اومدن بچه الان خیلی زود نیست؟ شنه رو باش چقدر زود خوابش برد. خسته شدم نمیدونم چجوری برم خونه. اگه میخوای امشبا اینجا بمون. نه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. میرم. باشه شنه. داداش واقعا معذرت میخوام. بدجوری خوابم برده بود. تمرین تموم شد من دارم میرم. پس بیا با هم بریم. یالا پاشو دیگه. فردا میبینمت داداش. خدافظ. به اپک سلام بگو. معذرت میخوام که تو زحمت انداختمش. نه اشتباه از من بود. بهش خبر نداده بودم. بفرمایین اصل خانم بفرمایین. داداش مثل مهمونا با همون رفتار نکن. خودمون میریم باشه؟ مراقب باشی. باشه. حسین رفتی دیدنش؟ نمیخواد منو ببینه. نه بابا. خب اون وقت واسه چی؟
گفت فکر کنین من مردم. خوبه باشه، تو هم بعد از این اینجوری فکر کن، انگار ما از دوری دیدارش داریم میمیریم. داداش تو داری چی میگی؟ پاشو 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 پاشو، ارزششو نداره واسه اون اینجا بشینی باشه. هر کاری بکنی قدر تو نمیدونه. بیا بریم. نمیتونم داداش، فعلا گیجه، خودش هم نمیدونه چی داره میگه. انگار تو حالت خیلی خوب است اینجون. از دیروز نه غذایی خوردی و نه خوابیدی، ولی نمیخواد ببینتت. فکر میکنی واقعا ارزششو داره ها؟ داداش اون پدر ماساله، دشمنمون که نیست. امروز وقتی پیاماشو خوندم تو میدونی چه حسی داشتم، میدونی چه درد و بدبختیایی رو کشیدم. من نمیتونم تنهاش بذارم. اگه الانم نری این کار اینجا تموم نمیشاسی. این آدم دنیا تو زیر و رو کرده. نگی بهت نگفتن. معلوم نیست که دیگه چی تو سرشه. کاش فقط خودشو از بین ببره، ما رو از بین میبره. ببین اگه عقل داشته باشی همین الان وسایلتو جمع میکنی از اینجا میزنی به چاک. هنوزم که مغازه رو باز نکردیم. یکم فکر کن از اینجور میریم با هم دیگه یه خونه میگیریم. من و تو و ماسال هیچ وقتم تنهاتون نمیذارم، کنارتونم، اصلا هم نگران نباش. نظرت چیه ها؟ من نمیتونم داداش. تو چی داری میگی یاسین؟ تا موقعی که این آدم کنارتونه شما نمیتونین آرامش داشته باشین. ماسال الان بچه هست نمیفهمه. اگه بخواد تو آینده هم از این کارا بکنه و بهت بگه که من پدر ماسالم چی کار میخوای بکنی ها؟ به این فکر کردی که ماسالم همچین بابایی رو نمیخواد ها؟ داداش میدونم حق داری، ولی الان نمیشه. بذار اول آرکان خوب بشه، بعد اگه نیاز شد میریم باشه. این آدم خوب بشو نیست یاسین. چی داری میگی؟ زودتر تصمیمتو بگیر که خیلی زود از اینجا باس بریم. این داروها رو باید بگیرید. البته آره منم عشقم. چی شده؟ بچه ها چیزیشون شده؟ نه دقیقاً 1 سال پیش بهت پیشنهاد ازدواج داده بودم. فعلا من خوش شانس ترین شوهر دنیا، چون با خوشگل ترین دختر دنیا عروسی کردم. منم از روزی که بهم پیشنهاد ازدواج دادی با جذاب ترین مرد دنیا ازدواج کردم. معذرت میخوام عشقم. این تئاتر انقدر ذهنمو مشغول کرده که وگرنه اصلا فراموش نمیکردم. میدونم عشقم، اصلا مهم نیست. میدونم به خاطر آینده ما تلاش میکنی. خب باشه، این که دلیل نمیشه. قول میدم که دیگه هیچ وقت یادم نره. باید الان بهم قول بدی قبل از اینکه مهمون بیاری خونه. قبلش باید به من زنگ بزنی. قول میدم. باشه واسه من که اصلا جا نمونده. صبر کن، من یه کاریش میکنم. بیا. مطمئنی؟ مطمئنم که دارم میگم بیا. هرچند فکر کنم تا یه مدتی نمیتونیم با هم تنها بخوابیم. فهمیدی؟ راست میگی. پس از همین الان باید بهش عادت کنیم دیگه. اینو بگیر. یلا. میکنی الان بچه ها بیدار میشن. من که کاری به اونا ندارم عزیزم، من فقط تو رو بغل کردم دیگه. Meski aşk bir kapı
Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. صبح بخیر عزیزم. وقتی تو اینجوری به هم میگه خوشگل انگار کل دنیا رو به هم داده. تو پیش بچه ها باش، مراقب باش بیدارشون نکنی. من خودم صبحونه آماده میکنم. باشه؟ راستش هر چی تو بگی قبول دارم عزیزم. ببین مراقب باشی وقت بیدارشون نکنی، فهمیدی؟ Yalnızlığa dalsam da, tek başıma kalıp yansam da, sözlerim yarım kalsa da, çünkü ben benden alıp kaçsam da, yalanlarına göz yumsam da, yine de sevgim solmazsa, çünkü ben böyleyim. Konuşup konuşup dursam da, bir gün sus pus olsam da, bazen surat assam da, çünkü ben hayatından çıksam da, sevmiyormuş gibi yapsam da, aslında aşık olsam da, çünkü ben böyleyim. Ben böyleyim. چطوره؟ خوبه چششو باز کرده. فیضی هم بنده خدا خیلی بیقراری میکنه. حال بچهش چطوره؟ اونم خوبه. دکترها بهش گفتن که استراحت کنه، مشکل خیلی جدی نره. به هر حال خدا رو شکر که همه چی به خیر گذشت. حسین از گرسنگی رنگ و روت پریده، یه چیزی واسه بخوری. داداش تو جیبت پول داری؟ نه ندارم. ببینم میخوای چیکار حالا؟ من یه کمی دارم. هزینه بیمارستان میشه، ولی هزینه آرکانو ندارم که بدم. من که نگرفتم. چی میخوای بگی؟ هزینه های آرکان داداش. من باید هزینه بیمارستان آرکانم بدم. خب که چی؟ خودش نمیتونه پول بیمارستان بده؟ در ضمن به ما چی؟ من از دیروز تا حالا چی دارم بهت میگم، وقت تو میخوای هزینه بیمارستانشو بدی یاسین؟ آره داداش، چون همه وسایل خونه رو ضبط کردن. اون آدم چه جوری باید هزینه بیمارستانو بده؟ تو پاک عقلتو از دست دادی. خب میتونه به مادرش زنگ بزنه. به ما چی؟ به ما چه ربطی داره که اون نداره؟ باشه داداش باشه، من خودم یه کاریش میکنم. باشه. حسین تو که داری از الان همه دار و ندارتو خرج این آدم میکنی، وقتی میخوای بری یه جای دیگه میخوای چیکار کنی؟ ها؟ داداش من که نگفتم میخوام برم، گفتم میخوام فکرامو بکنم. فکر کن خوب فکر کن داری چی کار میکنی یاسین؟ یا امان از دست تو. باشه داداش باشه، فکر کن من اصلا این حرفا رو بهت نزدم. باشه من خودم حلش میکنم. باشه ببین این بار آخره. این دفعه هر کاری بتونم انجام میدم، ولی اینو تو گوشت فرو کن که اگه از این به بعد هر بلایی سرش بیاد مقصرش خودشه. ازگار شنیدم آرکان تو بیمارستان، حالش چطوره؟ بد نیست. دکترها چی میگن؟ راستش دکترها میگن شاید امروز بتونی مرخصش کنی. عالیه، منم مرخصی گرفتم، وسایلمو جمع میکنم و میام. کار خیلی خوبی میکنی، خیلی بهت نیاز دارم. لطفاً زودتر بیا ازگار. زود باش داداش، برو این کارو تموم کن. باشه میرم، ولی اینجوری که نمیتونم تنها اینجا ولت کنم و برم، درسته؟ نه نگران نباش. ازگار از کمپ مرخصی گرفته، داره میاد اینجا.
خوبه پس من همین الان میرم. باشه خدافظ. والا خیلی وقت بود که تخم مرغ پس نخورده بودم. خوب شد که درست کردی. دست درد نکنه عشق. نوش جونت. خب استاد آرکان چطوره؟ صبح با آسین حرف زدی؟ خوبه. کارش که تموم بشه میاد. خوبه. خب بگو ببینم عزیزم دیگه چه خبر؟ والا فعلا که خبر خاصی نیست، ولی فرض کن که خطر کلاً برطرف شده. راستش من اگه زودتر این زبون یاد نگیرم مشکلاتم خیلی بیشتر از این میشه. خب این بچه های امشب هم اینجا میمونن؟ نمیدونم. میدونی شنر واسه این که بتونه شب با دوستاش تنها باشه داره برنامه ریزی میکنه. راستش فکر خیلی خوبیه، اما یعنی تو به شنر بگو اگه فرصتی به دست میاره از دستش نده. همون کاری که دیروز کرد، به قولش عمل کنه و بدون خبر دادن مهمون نیاره خونه. نه دیگه این کارو نمیکنه. یعنی خیلی پشیمونه. دفعه دیگه همچین اشتباهی انجام نمیده. اگه از معذرت خواهیم خوشت نیامد میتونی منتظر باشی. من ترفندهای خیلی زیادی بلدم. عزیزم تو گفتی که خیلی تخم مرغ دوست داری، چرا نخوردی؟ راستش اینجوریشو اصلا دوست ندارم. من نمیدونستم، کاش میگفتی یه جور دیگه درست میکردم. فدای سرت عزیزم. دفعه دیگه خوب آبپزش میکنم. در ضمن عزیزم امروز تو باید دخترها رو ببری مهد کودک. من با استادشون حرف زدم، گفت اشکالی نداره چون دوقلوان هر دوشون رو قبول میکنه. باشه عزیزم من میبرمشون. تو امروز چی کار میکنی؟ راستش من اول به سر و وضع اینجا میرسم، بعدش میخوام یه سر برم پیش آسین. اگه میخوای تو هم بیا اونجا، یه جا با هم میاییم. خوبه؟ باشه عزیزم. پس من دیگه میرم. خب دیگه بیاین دیگه دخترای خوشگل. هپ یالا دیگه آفرین بیاین. باریکلا. یالا بچه یالا بریم دیگه. بریم دیگه وای نستیم. بیاین بریم. بریم دیگه بچه آفرین. واثق باشین. دستمو بارشتون رو ول نکنید باشه؟ وقتی از خیابون رد میشین خیلی مراقب باشین بچه. تو مهد کودک شلوغ نکنین بچه ها، فهمیدین؟ عزیزم خدافظ. باشه فعلا خدافظ. بله آسین. سلام عزیزم. راستش خیلی نگران دخترها بودم. نگران نباش عزیزم، همه چی خیلی خوبه. صبونشون رو خوردن و بارشم اونا رو برده مهد کودک. همونطور که گفتی با استاد سهرم حرف زدم، گفت چون دوقلوان هیچ اشکالی نداره قبول میکنه. خیلی ممنونم عزیزم. تو چطوری؟ حالت خوبه؟ نمیدونم. راستش الان اصلا خوب نیستم. چرا؟ چی شده؟ دیشب با داداشم حرف زدم. گفت اگه میخوای با دخترت راحت باشی باید از این آدم دور باشی. میگه هممون باید بریم استانبول. چی؟ خب تو چی گفتی؟